بینندگان عزیز، امیدوارم کار دلتون خوب باشه. اینجا قلعه خرمیز از شهرستان مهریزه. من براتون فیلم بگیرم به اشتراک بذارم، انشالله که مفید واقعی باشه. لطفا در آخر من سابسکرایب کنید. قلعه خرمیز مهریز سازه خشتی و سنگی با قدمتی بیش از 1600 سال و متعلق به دوره ساسانیان می باشد که بر بلندای صخره‌ای از رشته کوه‌های شیرکوه روستای خرمیز و ارتفاع 5 متری زمین قرار گرفته. این قلعه در مقایسه با سایر قلعه‌های منطقه بسیار سالم مانده که از این حیث بسیار بی‌نظیر می باشد. به نظر اکثر باستانشناسان قلعه خرمیز نمونه کوچکی از ارگ قدیم بم بوده و تا حدود 15 سال پیش از آن استفاده و بهره برداری می شده است. طبق اسناد تاریخی، روستای خرمیز توسط شاه هرمز پسر انوشیروان ساسانی احداث شده که نام این روستا در ابتدا هرمیز و اکنون به خرمیز تغییر یافته. دیوار قلعه خرمیز تا نیمه از سنگ‌های نتراشیده ساخته شده و قسمت‌های بالای آن به ارتفاع 2 متر از خشت و کاهگل بنا گردیده. لبه دیواره قلعه با اشکال کنگره‌ای و تزئینات خاصی مزین شده است.